یه کشور توی دنیا هست که هیچ ارتشی نداره. نه سربازی، نه تانک، نه حتی یه اسلحه نظامی. اما باورت میشه تا امروز هیچ کشوری جرأت نکرده به اون کشور حمله کنه. اسم این کشور کاستاریکا است. یه کشور کوچیک تو آمریکای مرکزی که بعد از یه جنگ داخلی تصمیم گرفت کل ارتشش رو منحل کنه. بله، از سال 1948 تا به الان این کشور بدون ارتش زندگی کرده. ولی به نظرتون چجوری زنده موندن؟ اونا به جای خرج روی سلاح پولشون رو خرج آموزش، سلامت و محیط زیست کردن و نتیجه شد الان کاستاریکا یکی از شادترین و امن‌ترین کشورها توی جهانه. و جالبه بدونی که به جای ارتش فقط یه نیروی پلیس کوچیک دارن، اونم برای حفظ نظم داخلی کشورشون. اما اگه جنگی بشه کشورهای دیگه از این کشور محافظت میکنن. یه کشوری بدون ارتش ولی با قلبی بزرگتر از هر قدرت نظامی. به نظرت اگه کشور تو هم ارتش نداشت چی میشد؟ نظرتو برام تو کامنت ها بنویس.